که هیچ گناهی نداره غلامرضا. بیگناهی میخوان انداختن زیر مشت لغت و با دست بسته چشم بسته و وقت میخوان دست پاشون هم ببوسه بگه دستون درد نکنه. تو این کار رو به سر مادر آوردی. حالا هم که میگن تو اونجا شلوغ بازی در آوردی اینا محکومش کردن. من والا اصلا حالم خوب نیست، الان فشارم زده بالا با خواهرش هست. میدی که این به خاطر اینکه یه ابراز هواداری کرده بود تو تله این اطلاعات افتاد، حالا هم انداختنش دوباره توی یه تله دیگه، حالا هم که به اصطلاح خودشو بخواد اجرا کنه، در که بیگناهه. این بچه حتی روز بازارش توی موفق در رسیده. به چه گناهی؟ اینا درخواست دکتر داشتن، درخواست یه تلفن که با خانواده‌شون تماس داشته باشن. همین ماشاءالله غلامرضا یه پسر داره 17 ساله، این الان پدر میخواد بالا سرش. این خیلی درخواست والا حالا اینا 35 تا آدم کشتن، حالا غلامرضا ما رو هم کشتن. آخرش میخوان چیکار کنن؟ من درخواست میده که تا میتونید صدای مظلومیت غلامرضا رو به گوش همه برسونید و بگین که اینا دروغه، این حرفا تهمتایی که میزنن که شما سردسته آشوبگرا بودید و نمیدونم چی بودید، امنیتی بودید، از این همه چرت و پرت. غلامرضا هیچی گزارش به خارج نداده بود، فقط جونش تنها هواداری از مجاهدین بود، همین. هیچ گناهی نداشت که بخواد به این اتهام اینو مجازات کنن. و منم از همه میخوام که یک صدای مظلومیتشو به گوش همه برسونید، چون واقعا این بچه داره الکی داره از بین میره و از با انفرادی 3 سال حکمشو کردن، 6 سالشو کردن اعدام. آخه کجای دنیا میبینین همچی کاری رو میکنن؟ وام دو هوا میشه؟ مگه وام دو هوا میشه؟ ما تو همین قانون جمهوری اسلامی محاکمه شده. تو همین قانون جمهوری اسلامی محاکمه شد به همین جرما. توی کرمان 3 سال حکم گرفت. حکم دوباره اومدن اینجا سعید مرتضوی یا علی اکبر حیدری فرد و نمیدونم و قاضی حداد و اینا همشون یه خودشون مشکل قضایی دارن. در مورد برادر من قضاوت کردن، اینا بودن در مورد کار خودشون قضاوت کنن. این بچه بیگناهه معصوم پاک از همه مجامع بین المللی، از احمد شریف گرفته تا عرض بین المللی تا حقوق بشر، دبیر کل کمیسیون عالی نمیدونم، از همه میخوام برای نجات این بچه تلاش بکنن. من چی میتونم بگم؟ انشاءالله جنایتشون به خودشون برگرده.